بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، هر کجای این گیتی پهناور که بیننده برنامه خودتون سفره دل هستید. در برنامه گذشته به همراه شما مبحثی رو آغاز کردیم. 20-25 دقیقه در خدمتون بودیم. مشکل فنی ایجاد شد. من پوزش می‌طلبم باز هم به خاطر آنچه گذشت و بحث ما نیمه تمام ماند و همچنان منتظر بودیم تا دوباره فرصتی نصیب بشه خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم و موضوع خودمون رو تکمیل بکنیم. موضوعی که مهم هست، موضوعی که برای خیلی از عزیزانی که دست و پنجه نرم میکنن با زندگی زناشویی اهمیت زیادی داره و اهمیتش رو این عزیزان بیشتر درک میکنند. موضوع زندگی مشترک و اینکه به چه معناست اصلا برداشت ما از زندگی مشترک آیا برداشت درستی است و آیا اون عزیزانی که حالا زندگی مشترک رو شروع کردند و دارن زندگی میکنن و یا اون عزیزانی که اصلا هنوز زندگی مشترک رو شروع نکردن و یک برداشتی از زندگی مشترک در ذهنشون دارند و به هر حال بر اساس این برداشت دارن یک سری فرضیه ها و نظریه ها و موضع گیری هایی رو طرح‌ریزی میکنن و یک سری به هر حال واکنش های از خود نشون میدن. همه این موارد رو ببینیم که آیا این برداشت های ما، این دیدگاه ما نسبت به زندگی مشترک دیدگاه درستی است؟ در زندگی مشترک چه کار کنیم تا این بنیان زندگی محکم بشه؟ چه خط سرخ‌هایی داره؟ چه ورود ممنوع‌هایی هست در زندگی مشترک که انسان برای حفظ کیان زندگی مشترک نباید وارد این محدوده بشه؟ چه تعابیر و جملاتی رو نباید استفاده کرد؟ چه موقع اصلا میشه در زندگی مشترک احساس سعادت و خوشبختی کرد؟ و موارد فراوان دیگری در این باب رو به همراه شما عزیزان مورد بررسی قرار خواهیم داد اگر تا آخر برنامه همراه ما باشید. جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز به مانند همیشه افتخار دادن، قدم رنجه فرمودن و باز هم با صحبت‌های زیبای خودشون انشاءالله برنامه ما رو رونق خواهند بخشید. جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما و از طرف خودم و بچه‌های کنترل و بینندگان عزیز. خوش آمدید. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و بچه‌های شبکه جهانی وصال حق و خدمت تک تک شما بینندگان عزیز که ما را همراهی میکنید و از اینکه فرصتی در اختیار بنده گذاشتید تا در خدمت شما باشم و بتونم با بینندگان عزیزی که بسیار دوستشون دارم در سفره دل شما باشم کمال سپاس رو از شما دارم. واقعا منت نهادید و خداوند انشاءالله این تلاش و زحمت‌های شما رو مورد قبول درگاه خودش قرار بده. در خدمت شما هستم. جناب دکتر ما حالا در ابتدای صحبت اگر بخوایم که صحبت رو آغاز بکنیم به همراه شما، من دوست دارم که درباره مفهوم زندگی مشترک با همدیگه صحبت بکنیم و اینکه کلاً حالا زندگی مشترک به چه معناست. برداشت‌های ما در ذهن خودمون داریم و عزیزانی که ازدواج نکردن هم مثل این یکی دوتا از این عزیزان کنترلمون مثل فرید جان و احمد جان و رفیع جان و اینا هم یه برداشتایی دارن دیگه. به هر حال هنوز زندگی مشترک هم شروع نکردن، یه برداشتی از زندگی مشترک دارن و خیلی از بینندگان عزیز مثل این عزیزانن و خیلی هم به هر حال زندگی مشترک دارن. وقتی از زندگی مشترک صحبت میکنیم اصلا منظور و مراد چی هست؟ چه مفهومی از زندگی مشترک
مفهوم و برداشت درسته که ما باید مد نظر داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. در حقیقت زندگی اصلا زندگی مشترک است. ما زندگی بدون مشترک اصلا نداریم. اون کسی که به اصطلاح در زندگی است که در اون اشتراکی وجود نداره، در واقع طعم زندگی یا معنای زندگی رو درک نکرد. بدین معنا که اصلا انسان طبیعتاً یک موجود اجتماعی است و خب در یک جمعی زندگی میکنه که این خودش یک فضای مشترکی هست و فضای اجتماعی هست که اون منظور ما فعلا نیست. این انسان نیاز به تکامل داره. یک موجودی هست خلقتاً ناقص خلق شده. هو الذی خلقکم من نفس واحده. خداوند یک انسان رو خلق کرد و اون انسان به صورت ناقص بود و جعل منها زوجها، تا اینی که به تکامل رسید با خلقت همسرش. و همسر هم تعبیری که ما استفاده میکنیم در واژه خودمون، میگیم همسر یعنی دو تا سر مثل هم. این دو تا سر به اصطلاح در کنار هم یک انسان رو، یک کیان رو تشکیل میدن. کیانی که در اون منیت تموم میشه و فضای ما میشه. هر دوتا در کنار هم دیگر رو تکامل میبخشن. نبود انسان در کنار همسر یک نقصی رو، یک به اصطلاح جانب منفی رو در اون بروز میده که اون عدم آرامش هست. وجود نبودن همسر یعنی نبودن آرامش. در زندگی که آرامش نباشه، در اون مودت به وجود نمیاد، در اون رحمت نیست، شفقت نیست، عشق نیست، علاقه نیست. هدف از زندگی کمرنگ میشه. بها و ارزش زندگی کمرنگ و کمرنگ تر میشه. طرف نمیدونه که چرا زندگی میکنه، کجا میره. میبینیم که افرادی که به اصطلاح تک رو هستن، تک زندگی میکنن، زود پیر میشن، زود ژولیده میشن، زود از کوره در میرن، از نظر اعصاب ندارن و حالشون کاملا نرمال نیست. خب وقتی که میاییم در زندگی مشترک را تعریفش رو از قرآن میپرسیم، قرآن کریم به ما میفرماید که خداوند متعال از آیات نشانه‌هاش هست ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. از نشانهای الهی است. در سوره روم آیه 21 خداوند متعال میفرماید که از خود شما همسرانی رو براتون انتخاب کرد که هدف چی هست؟ لتسکنوا الیها، تا شما در کنار اونها آرامش پیدا کنید. و جعل بینکم مودة و رحمت، و بین شما عشق و محبت و رحمت و شفقت رو قرار داد و زندگی رونق پیدا کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی رو اینطور تصویر میکنند که زندگی دنیا یک متاعی هست، یک کالایی هست، یک فضایی از زندگی است و خیر متاعها المرأة الصالحه. بهترین همراه و بهترین کالا و بهترین چیزی که در دنیا نصیب انسان میشه همسر نیکو و همسر درستی هست که این فضا رو برای انسان به وجود میاره. یک فضایی از عاطفه، از عشق، از علاقه، از محبت، از صمیمیت و از آرامش قلبی. یه تعبیر دیگه ما در قرآن کریم داریم که اون خیلی گویاست که متاسفانه ما در زندگیمون این رو ملاحظه نکردیم یا خیلی بزرگترها این رو ندیدن یا یه طوری فرهنگ سازی شده که درک این مفهوم غائب بوده از اذهان. ببینید ما در خود به اصطلاح مسیر زندگی خودمون، در عرف جامعه خودمون، تا یک پسری به سن ازدواج میرسه یا دختر خانمی به سن ازدواج میرسه، همه اطرافیان واکنش نشون میدیم که فلانی رو به در مادرش مستقیم یا غیر مستقیم به خودش میرسونیم که جناب تا حالا ازدواج نکردی؟ برنامه ازدواجت چیه؟ خواستگار نیومده؟ همه پچهای بزرگترها دور این میگرده. این دلیلش چی است؟ دلیل این است که
فطرت بزرگترها این رو احساس میکنه که این جوون به مرحله اوریانیت رسیده، یک مرحله رو طی میکنه انسان که میرسه به یک مرحله که در اون مرحله در واقع اوریان میشه، گویا که هیچ لباسی نداره، نیاز داره به لباس، نیاز داره به حمایت. تعبیر قرآن کریم اینطوری است که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، همسراتون برای شما پوشاک هستند، لباس هستند. لباس کارش چیه؟ لباس کارش اینه که یک شما رو اولا حمایت میکنه از سردی و گرمی، به شما چسبیده است. لباس جزئی از شماست، زینت و زیبایی میده به شما، جمال و تراوت میده به شما و چشمه ها رو از شما دور میکنه، چشمه های گرسنه و چشمه های گرگ ها رو از شما دور میکنه، به شما یک شخصیت میده. همین لباس رو از تن یک انسان بکنیم، اون انسان کاملا فاقد شخصیت میشه، انسانی میشه که به هر حال خودش هم در معرض دید ننگ دیگران هست و دیگران هم به صلاح یه جوری به خودش هم شرم میکنه، دیگران هم ازش خجالت میکشن. یه همچنین فضایی هست، یک فضای به صلاح بحرانی هست از نظر عاطفی و واقعیت امر هم همینطوری هست. اون چیزی که به صلاح ما ازش غافل هستیم همین تصویر هست که ما وقتی میاییم به صلاح توی خانواده مطرح میکنیم که این جوون به سن ازدواج رسیده، میبینیم بعضیا میان چیکار میکنن، این مفهوم ازشون، حالا مفهوم هست اما نمیخوان این رو قبولش کنن، میان میگن که هنوز به هر حال سربازیشو نرفته، هنوز کاری نداره، هنوز درآمدی نداره. به معنای این هست که ما یک فرد، حالا دختر یا خانم یا پسر، یک اوریانی در کنار ما هست، از ما میخوان که آقا این رو بپوشونید. اون وقت ما میایم میگیم نه، هنوز ببینید این بنده خدا باید درس بخونه، مدرک بگیره، بعد بره کار کنه، یه درآمدی داشته باشه، بعد بره یه پارچه بگیره بده به خیاطی تا براش لباس بدوزن. اگر ما همچنین واکنشی رو نشون بدیم، واقعا یک واکنش غیر عاقلانه هست، غیر منطقی است. اینجاست که باید این تصویر جلوی روی ما باشه. اولین کاری که ما برای یک انسان اوریان میکنیم این نیست که بهش غذا بدیم، این نیست که بهش به اصطلاح کار بدیم، این نیست که به اصطلاح در پی اولین کار اینه که ما اون رو باید بپوشونیم. این عقل و منطق این رو ایجاب میکنه. بعد از اینکه پوشوندیم، خب دنبال کار هم براش باشیم، دنبال به اصطلاح درآمد هم براش باشیم و مسائل بعدی در مرحله بعدی میاد. اما وقتی که ما این کار رو نکنیم چه خواهد شد؟ فساد به وجود میاد. همینه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن که وقتی کسی اومد خواستگاری دخترتون، اگر شما اخلاقش رو پسندیدید، دیانتش رو پسندیدید، فزوجوه، اون رو ازدواج بدید. اینجا قضیهش این نیست که شما یک انسان رو مثلا ازدواج دادید، شما در واقع یه دختر خودتون رو پوشوندید، پسر همسایه رو پوشوندید، بله دختر خودتون رو هم پوشوندید. این هم یادتون نره. یه نقطه دیگه اینه که شما دختر ندادید، شما پسر گرفتید، یا خانواده‌ای که پسر داد در واقع پسر نداد، یه دختر به اون خانواده اضافه شد. قضایای اجتماعی رو اگر از این بعد ما نگاه کنیم، با این دید نگاه کنیم، این مسائل بسیار حلش ساده است و به اصطلاح جزئی از فطرت انسانی است. به هر حال ما اصلا در طبیعت و در همه خلقت الهی خلقت زوجین هست، همه چیز به صورت تکاملی هست. در خود انبیا خداوند متعال در شأن انبیا میفرماید و لقد ارسلنا رسولا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، که ما هر پیامبری فرستادیم همسر داشت، بچه داشت، زن و بچه داشت. خب پس قضیه به اصطلاح زندگی مشترک یک نیاز تکاملی انسانی هست. فقدان یا نبود اون یک بیماری هست، یک نقص هست و خود ما هم در عرفمون این رو احساس میکنیم. وقتی آقا پسر اومد 30 سال شد به صلاح ازدواج نکرده بود، همه در پی این هستیم که آقا مشکلی داره، به هر حال در پی درمانش باشیم، در پی یعنی احساس میکنیم این غیر طبیعی است.
غیر فطری است، باید یک حلی براش در پی یک حلی بود. اینه که ما باید زندگی مشترک رو بزرگترها و جوانای ما از این بود بهش نگاه کنن که یک نیاز تکاملی هست و باید به وجود بیاد و این رو همه انسان قبول داره. اما تنها مشکلش این است که در انسانهای غیر پایبند به دین راه انحراف میگیره. به هر حال در پی به اصطلاح طرف مقابل هستن، جنس مقابل هستن، اما نمیخوان مسئولیت قبول کنن. جنس مقابل رو فقط به عنوان یک سرگرمی میخوان به اصطلاح، یا یک نیاز برآورد کردن یک نیاز میخوان. این که به اصطلاح مشکل خودشون هست. اما در جامعه ما نباید ما از این دید و از این دید بسیار حساس غافل باشیم و باید در فکر تکامل زندگی، یعنی در فکر این باشیم که روند زندگی به صورت فطری و به صورت طبیعی پیش بره و در پی این باشیم که همیشه جوانهامون رو تا به سن ازدواج میرسند اولین کاری که میکنیم بپوشونیم. جناب دکتر اشاره فرمودید به موضوع بحث به هر حال برداشت از زندگی مشترک و اهدافی که ما داریم در خلال آیاتی که از کلام الله مجید اشاره فرمودید. بحث موضوع این که لباس ماست و به هر حال ما رو میپوشونه و ما رو گرم میکنه و اینکه شخصیت ما رو کامل میکنه، به تکامل میرسونه. و همچنین اشاره کردید که یکی از نشانه‌های قدرت الله تعالی معرفی شده موضوع همسریابی و بحث ازدواج و تکامل در این میدان، و همچنین که این سبب میشه انسان به آرامش برسه، به تکامل برسه، انسان به هر حال اون مودت و احترام متقابلی که نیاز هست در این میدان باشه برسه. ما مشاهده میکنیم بعضی از موارد رو که زندگی مشترک ظاهراً به هر حال جمع شدن یک مرد و یک زن در زیر یک سقف انجام میشه، اما این مواردی رو که شما اشاره فرمودید احیانا نمیبینیم. یعنی نه از اون آرامش خبری هست و نه از اون به هر حال محبت متقابل و نه از تکامل به هر حال دو طرف که این اون رو کامل کنه یا اون این رو کامل بکنه. آیا هر ازدواجی یا به تعبیر دیگه هر اشتراکی بین یک مرد و زن، زندگی مشترکی که تشکیل میشه، الزاماً این اهداف رو برآورده میکنه یا نه؟ یک سری شروطی هم نیاز هست بعد از اون. به مجرد اینکه ما زندگی مشترک رو تشکیل دادیم دیگه مطمئن باشیم پس به همین اهداف میرسیم یا نه؟ بعد از اون باید مراحلی رو طی بکنیم. ببینید، اصل بر پوشاک این هست که یه پوشاک مناسبی رو ما انتخاب کنیم. اما متاسفانه وقتی میشه که طرف میاد پوشاک نامناسبی رو انتخاب میکنه، یک به اصطلاح پوشاکی که مشکل داره. اینجا مشکل تو پوشاک یا تشکل زندگی مشترک نیست، مشکل در اختیار هست، مشکل با نحوه پوشش هست. مشکل ما میبینیم که بعضی هستن که به اصطلاح لباسی پوشیدن اما از اوریانتر هستن. این مشکل فرد هست، مشکل انتخاب هست، مشکل شیوه انتخاب هست، مشکل شیوه برخورد با اون لباس هست. اینجاست که ما باید این رو مد نظر داشته باشیم که هر چیزی یه فرمولی خاص خودش رو داره، هر بیماری یه فرمولش داره. اگه من عسل شیرین هست و برای بسیار سلامتی و جسم مفید هست، اما اگر من عسل خوردم و احساسش شیرینیش نکردم، دهنم تلخ بود، پس بیماری تو دهن من هست، مشکل تو عسل نیست. اینه که هر چیزی یه فرمول خاص خودش رو داره. ما میخوایم که یک زندگی با سعادت خوشبختی داشته باشیم. فرمولش چیه؟ فرمولش رو خداوند متعال به ما فرمودن که من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن، هر کسی که نیکوکار باشه و انسان مؤمنی باشه، قلبش پاک، اخلاقش درست، خب با این چه به اصطلاح طرف دوم معادله چه هست؟ فلنحینه حیاتا طیبه و نجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. ما اون رو یک زندگی با سعادت و خوشبختی بهش خواهیم داد، یعنی سعادت دنیوی، و جزا و پاداش اخرویش هم، یعنی سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت، همون چیزی که هر انسانی تمناش رو داره. خب
این به این معنا نیست که در زندگی مثلا مشکلات به وجود نمیاد. خب مشکلات هم به وجود میاد، زندگی پیچ و کم خودش رو داره، جزر و مدای خودش رو داره، پستی بلندی های خودش رو داره، اما همه این پستی بلندی ها میریزه تو چی؟ تو جانب سعادت و خوشبختی. حتی همون سختیش هم خوشبختی آور هست، لذت آور هست. اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه میفرمایند که واقعا جای شگفتی داره، جای تعجب داره زندگی مؤمن. تعجبش در چیه یا رسول الله؟ میفرمایند که بله، تعجبش در اینه که اگر مؤمن رو خداوند خیر و برکتی بده، خب به خوشی به وجود بیاد، شکر ادا میکنه و این به نفعشه و در صحیفه اعمالش ثبت میشه که شکر ادا کرد. و اگر سختی تو سر راش بیاد، خب صبر میکنه، اینم به نفعشه، ثقل داده میشه، قلبش پاک میشه و به اصطلاح در صحیفه اعمالش اجر و پاداش انسان صابر نوشته میشه. فقر میشه، بیماری میاد، مشکلات در زندگی میاد، همه اینها با اینها، چون که اون مبدأ رو، اون فرمول رو رعایت کرده. فرمول اعمال صالح، انسان نیکوکار و ایمانش هم به خداوند، توکلش بر خداوند، اعتمادش بر خداوند بیسته. این انسان دیگه باید خوشبخت بشه و خوشبختی براش تضمین شده است. این چیزی نیست که به اصطلاح ما به روش شک داشته باشیم. خب در مسیر زندگی انسان ضعف ایمانی پیدا میکنه، یه مقداری به هر حال پریشانی ها به وجود میاد، اضطرابات به وجود میاد، اعصابش به هم میریزه. در همه این موارد همون باید من عمل صالحا، باید در پی راه کار نیک باشه. اینی که همیشه در پی این باشه که به دیگران خدمت کنه، به جامعه خدمت کنه، به اطرافیان خدمت کنه. همینی که بلند بشه به اصطلاح 100 تا نون بگیره بره سر خیابون‌ها، این کارمندا و این افرادی زحمتکش و اینایی که به اصطلاح وضع اقتصادی خوبی ندارن، به اینها رسیدگی کنه، به فقیران رسیدگی کنه. همه اینها باعث میشه که یک انعکاسی در خود وجود اون به وجود بیاد، در زندگی اون به وجود بیاد. همونطور که گناه انعکاس بد داره در انسان، کار نیک انعکاس نیک داره و باعث به اصطلاح حل مشکلات اون فرد میشه. و اینه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم توصیه میفرمایند که آقا احرص علی ما ینفعک، همیشه اون کاری رو بکن که بنفعه، اون کاری که فایده داره برات. واستعین بالله، و اعتماد و توکلت بر خداوند متعال باشه. ولا تعجز، و هیچ وقت ناامید نشو، به پیش برو. و اگر موردی پیش اومد، اگر مشکلی پیش اومد، یه مسئله پیش اومد، دیگه بر نگرد به عقب. به اصطلاح عقب زدن و بازگشت به عقب این راه حلی نیست. اینی که بگی اگه من این کار میکردم اینطوری میشد، ای کاش این کارو میکردم، ای کاش چنین میشد. حسرت خوردن به گذشته و به اصطلاح ملامت کردن خودش. نه، بگو قدر الله ما شاء فعل، بگو که تقدیر خدا اینطور بود، خواست خدا اینطور بود و این اتفاق افتاد و ادامه بده به جلو. همیشه مسیر مؤمن و دید مؤمن دید به اصطلاح به جلو تاختن هست، به اصطلاح و عقب زده، به اصطلاح عقب گرد نداره. و در این حال خب یک مواردی پیش میاد که انسان در حال در محیط زندگی پریشانی‌هایی که به وجود میاد، یه مقدار انسان ضعف ایمانیش باعث میشه که یک مشکلاتی براش پیش بیاد، یک ذهنش به هم بخوره، خطی بشه. اینجا هم فرمول خاص خودش رو داره. الا بذکر الله تطمئن القلوب، بدونید که با یاد خدا قلب‌ها آرامش میگیره. با یاد خدا یعنی چی؟ یعنی شناخت خدا. یعنی وقتی که من تو مشکلات هستم میدونم که یک رحمان رحیمی دارم که هوای من رو داره، یک ظالمی داره به من ظلم میکنه، میدونم که یک خدای قهاری هست که از اون به اصطلاح میتونه انتقام بگیره. میدونم یه مشکلی برام پیش اومد، میدونم که من خدایی دارم که الحکیم هست و خداوند حکیم هیچ موردی بدون حکمت به وجود نمیاد. حتما تو این مسئله که پیش اومده یک حکمتی برای من هست، من اون درس رو بگیرم
در خود زندگیم وقتی نگاه میکنم به زیر دستان تا قدر نعمت‌هایی که خداوند به من داده رو بگیرم. خداوند 1000 نعمت میده، یک مشکلی برای انسان پیش میاد، خودش رو تو همین مشکل غرق میکنه که از لذت بردن به اون هزاران هزار نعمت محروم میشه. خب چرا همیشه باید به اصطلاح اون نعمت‌هایی که خداوند متعال داره اونها رو باید ببینیم تا قدرش رو بدونیم. اگر اونها رو نبینیم، درکش نکنیم، خب قدرش رو نخواهیم دونست، میایم غرق میشیم تو چی؟ تو همون یک کاستی که احساس میکنیم که دیگه خلاص زندگیمون فلج شد، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و به هر حال وضعمون تلخ میشه. و هر چیزی که هم باعث غم و اندوه و به اصطلاح ناراحتی میشه، خب اینا رو یک قدرتی خداوند به ما داده، قدرت فراموشی. اینا یه چیزایی رو که خداوند توفیق میده و ما فراموش میکنیم. یه مواردی هست که ما نیاز هست که به فراموشی اصلا بسپاریم، انگار نه انگار که این مسئله به وجود اومد، اصلا توش فکر نکنیم، هرگز بهش به اصطلاح یه ضرری کردیم خب تو زندگی، یه اشتباهی شد، حتی در مسیر به اصطلاح زندگی اجتماعی، آقا من عاشقش بودم، منو ولم کرد، رفت کسی دیگه رو گرفت، خلاص فراموشش کنیم انگار نبود. خب اینی که خودمون رو عادت بدیم با اون وضعیتی که هست، از اون حالی که داریم لذت ببریم و در اون احساس سعادت بکنیم و همیشه در پی بهتر و بهتر بودن باشیم. و یه موردی هست که اون رو باید مد نظر داشته باشیم و خیلی روش حساب ببریم، قضیه اینه که رابطمون رو با خدامون همیشه یه رابطه صمیمی و یک رابطه دوامدار و همیشگی باشه. در هر کوچک و بزرگی فوراً دست نیایش به سوی خداوند دراز کنیم. در هر مسئله‌ای که پیش میاد، هر خواسته‌ای که داریم از خداوند بخوایم. هر موردی که داریم با خداوند به اصطلاح در میان بگذاریم و راز نیاز کنیم. دعا کنیم که اللهم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، بار الها دینم رو که مهار من، عاقبت من، همه چیز من، معیار زندگی من هست، اون رو برام حفظ کن. و اصلح لی دنیای التي فیها معاشی، و این دنیای من که زندگی من در اون هست این رو برام درستش کن. و اصلح آخرتی التي الیها معادی، و آخرتم که به طرف اون بر میگردم اون رو برای من درستش کن، نیکویش کن، اون طوریش کن که خودت میای. و واجعل الحیات زیادة لی فی کل خیر، و زندگی من رو پیشرفت و افزایش در همه خیرها، هر آنچه که خیر هست این رو در زندگی من برکت بده، بیشترش بکن و در پی اون باش. زندگی رو یک زندگی پرباری بکن و از خداوند بخواد که هرگز تو رو حتی به اندازه یک حرکت به اصطلاح چشم به هم باز کردن بستن اینقدر خداوند تو رو به حال خودت رها نکنه و همیشه هوای تو رو داشته باشه، همیشه دست تو رو بگیره. وقتی که رابطت با خداوند اینطور صمیمی شد، اینطور با خداوند به اصطلاح در راز و نیاز بودی، این مسائلی که در زندگی به وجود میاد، حرفای این و اون، نمیدونم مشکلاتی که در زندگی به وجود میاد، فقر، بیماری، ناداری، افتادگی، همه اینها میبینی که هضم کردنش، مقابله با اون، درک کردنش خیلی خیلی آسون میشه و انسان در فضای این زندگی احساس لذت میکنه. فضای به اصطلاح یک فضای شادی، خوشی، لذت و سعادت خواهد. جناب دکتر، حالا در همین فضا احیانا انسان، حالا چه مرد چه زن، یک دغدغه هایی، یک نگرانی هایی، یک وسواس هایی انسان رو ناراحت میکنه و اذیت میکنه از اینکه خدای نکنه اتفاق بیفته، کاری بکنه که این سعادت و این خوشبختی و این به هر حال کانون گرمی که در فضای زندگی مشترک هست، این خدای نکرده فرو بپاشه یا دچار مشکل بشه، دچار تزلزل بشه، یک ابر سیاهی بیاد سایه بیاندازه و اون فضای صمیمی و پر از احساس و محبتی که هست به هر حال کدر بشه. چه کار باید کرد؟ چه مواردی رو بیشتر انسان رعایت بکنه که این فضا حفظ بشه؟
و این اتفاقات نیفته؟ اینی که در یک زندگی مشکلات به وجود بیاد یا در یک فضای زندگی مشترک ما یه خروج جنگی‌هایی رو داشته باشیم، به هم بپریم، یه مقدار از هم دلخور بشیم، با هم دعوا کنیم، این چیز طبیعی است. یعنی همون میگن نمک زندگی هست، قبول دارید شما؟ میگن جنگ و دعوا نمک زندگی. واقعیتی هست، یه واقعیتی هست. وقتی که پیامبر خدا با همسراش یه وقتی مثلا به گو داشته باشه، یک سوء تفاهماتی پیش بیاد، یه دعوا مرافعی باشه، خب ما هم طبیعت بشری هست که شما با هر کسی یه مدتی زیر یه سقفی زندگی کنی، به هر حال یه مقداری انسان باید دیگه به هر حال صداشو بالا ببره، یه مشکلی به وجود بیاد، دعوایی بشه، فلان باشه، همونطور که میگن به اصطلاح نمک زندگی است. اما خب وقتی نمک از حدش بگذره دیگه شور میشه و اون غذا به اصطلاح قابل خوردن نیست. و متاسفانه ما در ابتدای زندگی این مشکلات رو بیشتر داریم و متاسفانه در به اصطلاح افراد تحصیل کرده جامعه، به خصوص خانم‌های تحصیل کرده، این مشکلات رو باز بیشتر داریم. چرا؟ خب این نباید بی بود، اما متاسفانه آمار این رو نشون میده که بیشتر درصد طلاق‌ها در خانواده‌هایی به وجود میاد که خانم خانواده به اصطلاح انسان تحصیل کرده‌ای هست، کارمند هست. این آمار 86% از طلاق‌ها از این نمونه است. باز نشون میده که بیشتر طلاق‌ها هم در ابتدای زندگی است. اینه که در ابتدای زندگی است به خاطر اینه که به هر حال جوونا هنوز پیچ و خم زندگی رو نشناختن، یهو میان با یک به اصطلاح آرزوها و خواسته ها و نمیدونم یک زندگی خیالی ناشیه، یک اوهامی داشتن که همون به اصطلاح اسمش رو یک سرابی که اسمش رو عشق گذاشته بودن، اومدن وقتی اومدن تو میدون دیدن نه بابا اینجا از اون خبرایی که به اصطلاح از اون خواب و خیالایی که بود، از اون دروغا و به اصطلاح چخانایی که برای هم دیگه میبافتن هیچ خبری نیست. اینجاست که زود در میرن. اینا فکر میکردن که همش همون داستان لیلی و مجنون، بعد دیدن نه بابا اینجا حکایت رستم و سهراب و شاهنامه و این دعواها اینجا زیاد بوده مثل اینکه. بله دیگه. باز یه موردش که به اصطلاح خب یک نوع ضعف فرهنگی هم که ما در جامعه خودمون داریم، در فضای دانشگاه، در فضای به اصطلاح آموزشی خودمون ما اومدیم کار کردیم، تونستیم یه معلم خوب تربیت کنیم، یه مهندس خوب تربیت کنیم، یک نمیدونم پزشک خوب تربیت کنیم. این خانمه در مهندسی و در نمیدونم فضای آکادمی خودش 20 هست، اما در فضای خانوادگی 0 هست. چرا؟ چون که اولا ما با یه بادکنک غروری توش به اصطلاح بادش کردیم که تو دیگه الان مثل اون دختر روستایی نیستی، یا نکنه که شوهرت بیاد رو سوار شه و به اصطلاح ازت بار بگیره و ازت به زور بگه و فلان از این حرفا. خب این از یه جانبش. باز هم که حقوق بگیر شد، باز که دیگه خیلی باد کرد که من برای خودم شخصیتی هستم، من استقلال دارم، من فلان دارم، من دستم به دهن خودمه. خب این یه مورد شد. یه مورد دیگه که خود همون ظرف فرهنگی است که ما در فضای آموزشی نیومدیم به دخترامون یاد بدیم که چطور یک همسر خوب باشن، چطور یک مدیر خانوادگی خوب باشن. یاد بهشون دادیم که مدیر یک اداره بشن، اما بهشون یاد ندادیم که چطور یک خانواده رو مدیریت کنن، چطور یک فضای سازگاری در یک فضای خانواده به وجود بیارن. سازگاری به این معنا نیست که من بیام ذلیل بشم، خار بشم، نمیدونم اصول و مبادی که بهش ایمان دارم اونا رو زیر پا بذارم، نه، اما به این معناست که یک جوانب مثبتی که در این فضای همزیستی هست، این رو من چطور بیارم پررنگتر کنم. یک موارد سلبی و منفی که به وجود میاد، یک مشکلاتی که به وجود میاد، یک سوء تفاهماتی که به وجود میاد، چطور اینها رو بیارم حلش کنم، یه راه حلی براش پیدا کنم و چطور این زندگی رو مرحله به مرحله، گام به گام با اون به اصطلاح وضعی که به وجود میاد با اون بسازونم، یک فضایی به وجود بیارم. من الان اومدم با کسی ازدواج کردم که
در تصور من اون لیلا یا اون مجنون من بود. اومدم الان دیدم که نه، انسانها انسانن. اون تصور به اصطلاح خارق العاده فرابشری که من گذاشته بودم و نمیدونم اینا تو تصوراتم بود، تو خیالاتم بود، تو فیلم‌ها دیده بودم و تو ذهنم بافته بودم، اون حقیقتش اینطور نیست. الان با این شخصیت این رو اول بشناسم، باش بدونم که به اصطلاح من با شوهرم یا با همسرم چه نکات مشترکی داریم، چه اختلافات سلیقه‌ای داریم، چه اختلافات عادات و رسوم داریم. به هر حال ایشون از یک خانواده هستن، من از یک خانواده‌ام. عادات ایشون روستایی هستن، من شهری ام. ایشون از یک کشورن، من از یک کشور دیگه هستم. ایشون از یک شهر دیگه هستن، من از یک. ایشون از یک قوم و ملیت دیگه هستن، من از یک قوم و ملیت دیگه. به هر حال هر فضایی که هست این رو بیاییم بسنجیم با یک عقل، با یک گفتمان، با یک نمیدونم نشست، با یک شناخت صفتهای مشترک و ویژگی‌هایی که در ما هست و در عین حال یک اختلافات فرهنگی، اختلافات ذوق و سلیقه‌ای، اختلافات جنسیتی. مرد به هر حال برای خودش یک شخصیت کاملا جداست و زن یک شخصیت کاملا جداست و هدف شناخت هست. هدف این نیست که من بیام مشکل درست کنم، هدف این است که من یک فضای مشترک سازگار رو به وجود بیارم. و خب اومد زندگی استقرار پیدا کرد. در این استقرار همیشه که به اصطلاح باد از اون وری که به اصطلاح ما بخوایم نمیوزه. خب مسائل اجتماعی به وجود میاد، مشکلات مادی به وجود میاد. به هر حال طرف خواب و خیالش بود که برات قصر بسازه، تو خونه کرایه‌ای برده، نمیدونم تو خونه پدر مادر مجبور شدید برید، نمیدونم مجبور شدید اصلا شهرتون رو رها کنید برید به یه روستای دور افتاده، مجبور شدید اصلا برید به یک کشور دیگه، به یک به اصطلاح فضای دیگه. همه اینها الان دیگه منی وجود نداره که من در فکر این باشم که به هر حال حقی داشتم، به من قولهایی داد. نه، الان ما شدیم ما. الان این ما هست که حرکت میکنه. اگر میخوایم به شهر بریم، ماییم که به شهر میریم دیگه. این نیست که بله تو برو من اینجا میمونم، تو به من اینو گفته بودی و الان تو و شما و فلان نیست دیگه. الان من هست، من هم نیست و ما هست. ببخشید. خب الان که ما شد دیگه باید بسازیم و بسوزیم دیگه. این فضایی که ما به هر حال اختیار کردیم، به اختیار خودمون اومدیم توش. الان نمیدم به من میگی که به من قولهایی داده، به این قولاش عمل نکرده فلان، اینا همه گذشت. در حال گفته بود که پشت این به اصطلاح پل یه حکایت هایی هست. منم قبول کردم اومدم این ور پل. الان که از پل گذشتیم دیگه اون حرفای پشت پل رو بذاریم کنار، بیاییم با این واقعیتی که به وجود اومده بسازیم و با این فضا. خب تو این فضا ما تنها نیستیم، یک بازی هست، تو این بازی من تنها نیستیم. خب یه تماشاچیایی هم هستن که اون خانواده اطراف هست، همسایگان هستن، به خصوص به اصطلاح خویشان هستن. الان با این خویشان رابطه مون با این خویش‌ها، نمیدونم به خصوص مادر همسر و کلید دل هر فرد مادرش هست. اگر شما به اصطلاح با مادر شوهرتون، با مادر همسرتون مشکل دارید، باید این مشکل رو طوری ذوبش کنید که همسرتون احساس کنه که شما قلب مادرش دست شماست. اون وقتی که شما تونستید قلبش رو به دست بیارید. اینه که ما در این فضایی که به اصطلاح توش نوعی از به اصطلاح تلاش برای انسجام این زندگی مشترک هست، تلاش برای برپا بودن این زندگیش مشترک هست. در این زندگی مشترک باید ما یه نقطه بذاریم که اون نقطه و اون هدف موفقیت هست. فقط نباید اصلا در تصورمون چیزی به نام شکست وجود داشته باشه. اصلا نباید واژه شکست اصلا مطرح باشه. چرا؟ چون که ما در روز اول بر پایه عشق، بر پایه خواستن همدیگر تو این میدان اومدیم. باز میایی به من میگی که
من نمیخواستم، خانوادم مجبورم کردن، به خاطر مادرم قبول کردم فلان. بابا هر چی بود ابتدای کار، پیش از این پل، پیش از شروع این مسیر، هر چی بود اشتباه کردی، به زور شما رو شوهر دادن یا زن دادن، نمیدونم به خاطر فلانی که ازدواج کردی، حرفای علکی بهت زدن، گولت دادن، هر چی شد الان شما از این پل گذشتی. الان وقتی این نیست که بیایید به اصطلاح گذشته رو نفرین کنید، الان وقتی این است که بیایید آینده رو بسازید. اومدید تو این میدون، بر خدا توکل کنید و وقتی که توکل بر خدا بود موفقیت تضمین شده است. ببینید یعنی ما در چه وضعی هستیم؟ آیا ما در همون بدترین وضعش که شمایی که به اصطلاح از زندگیت مینالی، من به شما میگم شما وضعت بدتر و بحرانی تر هست، یا مثلا حضرت موسی علیه السلام اومده لب دریا، جلوی روش دریا، پشت سرش فرعون و یک لشکر به اصطلاح بی نهایت از سلاح و مهمات. موسی هم که هیچی نداره تو دستش، نه سلاحی که از خودش دفاع کنه نه هیچی، یه مشت آدم همراهش هستن که هی سرش غر میزنن که ما رو بدبخت کردی، ما رو به کشتن دادی فلان، چی کار میخوای بکنی؟ چی حرف موسی چی هست؟ کلا این معی ربی سیهدی، خداوند با من هست. وقتی که من اومدم به این مرحله رسیدم چه خواهد شد؟ هر مشکلی که سر راه باشه خداوند اون رو مثل دریایی که برای موسی شکافت، دل اون مشکل رو میشکافه، شما از داخل همون مشکل میرسید به چی؟ به ساحل به اصطلاح خوشبختی. اما اگر این نبود، اگر این معیت الهی نبود، همراهی خدا رو کسب نکرده بودی، الان هر چقدر نیرو داشته باشی، هر چقدر توان داشته باشی، هر چقدر قدرت داشته باشی، بازم به اندازه فرعون قدرت و توانت نخواهد بود، چون که خدا را در کنار خودش نداشت، در همون دریا غرق شد و دودبانش سیاه شد. پس ما دو راه داریم و هیچ راه سومی وجود نداره. یا موسی‌گونه با معیت الهی حرکت کنیم که در این مسیر ساحل سعادت منتظر ماست، از قلب مشکلات ما به سعادت خواهیم رسید، و یا فرعون گونه خدای نکرده رفتار میکنیم که نهایتش هم نیستی و نابودی و غرق شدن هست. حالا تا همه ما شما رو نجات بده از شکست و از اینکه خدایی نکرده تجربه شکست خوردگان رو ما هم دوباره تکرار بکنیم. در بنبست راه آسمان باز است، پس پرواز کردن را بیاموز. میان برای میبینیم، برمیگردیم، همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي
من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. وصال حق گامی در راستای بیداری. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع زندگی مشترک. من از اونجایی که زندگی مشترک موضوعش مرتبط میشه به عزیزانی که ازدواج کردن، من خواستم بگم که عزیزانی که ازدواج نکردن دیگه چرا تا حالا نشستن برنامه نگاه میکنن؟ برید به فکر ازدواج باشید. بعد ترسیدم این موضوع رو مطرح بکنم و کل کنترل وصال حق خالی بشه، بذارن برن همه بچه‌ها دیگه همینجا فعلا. همه ما شما با هم برنامه رو همچنان ادامه میدیم و با امید اینکه عزیزانی که هنوز ازدواج نکردن در شرف ازدواج هستن هم
با دیدی وسیع‌تر، با دیدی بازتر، با انتخابی دقیق‌تر و بهتر انشاءالله زندگی سعادتمندی رو تجربه بکنن و همین ما با هم دعا میکنیم برای همه عزیزانی که به دنبال انتخاب همسر هستن که الله تعالی همسر شایسته ای رو برای اونها در مسیر راه اونها قرار بده که در دنیا و آخرت سعادتمند باشن و همچنین همین دعا رو برای همه عزیزانی که زندگی مشترک به هر حال آغاز کردن و تشکیل دادن زندگی مشترکشون رو برای این عزیزان هم همچنین دعایی رو داریم که الله تعالی روز به روز زندگی رو برای این عزیزان زیباتر و زیباتر بکنه. جناب دکتر عرض سلام مجدد خدمت شما و من دوست دارم درباره آنچه که تهدید میکنه و به هر حال کیان خانواده رو و سعادت در فضای زندگی مشترک رو اگر بخواید اینها رو برای ما لیست بکنید تا انسان بیشتر مواظب خودش باشه، تا عزیزانی که زندگی مشترک دارن بیشتر مواظب باشن که خدای نکرده با ارتکاب به این امور یا انجام این موارد زندگی مشترک اون سعادت و خوشبختی کمرنگ نشه. چه مواردی رو شما ذکر میکنید در این باب، آنچه که سبب فروپاشی میشه و مشکلات و سختی هایی که مشکل ساز میشه برای ما؟ با عرض سلام مجدد خدمت شما و بینندگان عزیز. البته اجازه بدید من این پرانتز باز کنم در این اثنا که همونطور که با حضرت موسی حکایتمون رو پایان دادیم، برای اون دسته از عزیزانی که در پی ازدواج هستند و هنوز به صلاح به مراد نرسیدن، یک نسخه موسیی بازم بپیچیم. حضرت موسی وقتی میخواد ازدواج کنه یک کار بسیار زیبایی کردن. اولا یک خدمت بسیار شایان انجام دادن، یعنی یک کار نیک بسیار خالصانه. بعدش نشستند و خاضعانه دعا کردند که رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. بار الله خودت دیگه میدونی نیاز من چی است، منم دیگه به اصطلاح همونی میخوام که به اصطلاح نیازش دارم. و با این دعا که بعد از یک عمل صالح نیک خالصانه برای خداوند اصطلاح انجام دادن، اون عملی که بدون چشم داشته از چیز بود دیگه، عملی که بدون چشم داشته از صاحب عمل بود. بله واقعا، و هیچ هدفش خدمت بود، خدمت صادقانه. خداوند متعال بعد از اون به اصطلاح گشایشی براشون آورد. همین به خاطر این پرانتز باز کردم جناب دکتر که ببخشید بدون کلامتون سوء استفاده نشه. حضرت موسی علیه السلام رفت برای دختران سیدنا شعیب علیه السلام کمکی کرد و حالا باز یک کسی بیاد اینو بهانه بکنه بره سر راه یک دختر خانم قرار بگیره که من میخوام کمک خالصانه بکنم و هدفش ازدواج باشه. چی این موارد نظر شما چیه در این باره؟ ببینید حضرت موسی علیه السلام نه اون دخترها رو میشناخت که اینا دخترای حضرت شعیب هستن یا کی هستن. حضرت موسی یک جوی رو دید که در اون جو برخی از افراد ناتوان، ضعیف، نیازمند نیاز به خدمت دارن، نیاز به کسی دارن که براشون کاری بکنه، خدمتی بکنه. و این خدمت رو انجام داد، یعنی خدمت به جامعه، تفانی در به اصطلاح حل مشکلات دیگران. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که کسی که در پی حل مشکلات دیگران باشه، من کان فی حاجت اخی کان الله فی حاجته. هر کسی که در پی نیازهای دیگران باشه، خداوند در پی برآوردن نیازهای او خواهد بود. پس این یک به اصطلاح کار زیبا و خالصانه برای دیگران، برای حل مشکلات جامعه، انشاءالله راه رو گشایش رو برای هر جوانی خواهد آورد انشاءالله. در مورد به اصطلاح سوال شما که ریزش به اصطلاح اسبابی که باعث میشه که زندگی مشترک از هم بپاشه، ببینید همونطور که ما اشاره کردیم به اهمیت این زندگی مشترک و چقدر مهم هست و چقدر دین و فطرت انسانی براش بها داده، روش سرمایه گذاری باید بشه، همه اینا. در مقابل خب شیطان هم که نایستاده، به همین اندازه برای شیطان مهم هست که این زندگی رو به هم برگزه.
و ما میبینیم که الان چقدر موفق هست. در کشورهایی که بی‌بندوباری زیاد هست میبینید که اصلا چیزی به نام زندگی مشترک وجود نداره. جامعه کلاً به فساد کشیده شده، جامعه کلاً انسانیت مسخ شده. چیزی به نام انسانیت، به نام عزت نفس، به نام همه این مفاهیمی که ما در زندگی اجتماعی میشناسیم وجود نداره کلاً. یعنی اونجا شیطان موفق شده. چقدر شیطان روی این مسئله بها میده و هزینه میکنه. در یک تصویر بسیار زیبایی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این رو برای ما واضح کرده که شیطان میاد و عرشش رو میذاره روی آب و میاد به اصطلاح سربازاشون میفرسته اونور اونور، بعد میان گزارش کار میدن. هر کی میاد آقا من رفتم فلانی رو کاری کردم که شراب بخوره، اصلا شیطان همچین نگاهش میکنه که کاری هر حال یک شیطنتی کردی، اما کار که کار باشه نیست. طرف میاد که رفتم فلانی رو این کار کردم که نماز نخونه، نمازشو ول کرد، فلانی این کار، همه میان گزارش میدن. هیچی که از این گزارش ها چش شیطان رو نمیگیره، تا یه شیطانه که به اصطلاح فرز بسیجی میاد میگه که من رفتم 2 نفر، یک زن و مرد که به اصطلاح زندگی مشترک داشتن، اینا رو دعوا انداختم و زندگیشون رو به هم زدم. اینو که تا میگه شیطان این رو برندش میکنه، میبوسیدش، میذاره کنار خودش که بله کار رو تو کردی. ببینید اینقدر برای شیطان مهم هست و اینقدر براش هزینه میکنه که بیاد به اصطلاح یک زندگی رو به هم بزنه. که میبینید همین وسوسه هایی که میاد، شیطان میاد تو گوشه خانومه میگه که ببین شوهرت پاشو از گلیمش درازتر کرده ها، ببین اصلا برای تو ارزشی قائل نیست، کرامت تو رو خدشه‌دار کرده و غیر از اهانت، غیر از بد و بیرا گفتن به تو چیکار کرده برای تو، اصلا شوهر یعنی این. به این صورت همسر رو به اصطلاح از شوهرش دلسرد میکنه. در مقابل میاد پیش به اصطلاح شوهره، ببین این زنه، ببین که برای تو اصلا ارزش قائل نیست، چرا سکوت میکنی؟ باید اصلا گربه رو دم حجره باید میکشتی، اما اون کاری نکردی اون روز، الان تو سری میخوری و به این صورت به اصطلاح زن و مرد رو به جون هم میندازه. در این میان خب نقشی بازی میکنن باز شیطانهای انسی. خداوند متعال آخرین سوره قرآن کریم این موضوع رو برای ما خیلی بسط داده که کل یا ایوهن به اصطلاح سوره ناس، که در اون خداوند متعال از وسواس الخناس میگه، اون به اصطلاح مکارا و شیطانهای انسی که همچنین به اصطلاح تو کمین ایستادند و هی میان وزوز میکنند و مردم رو به جون هم میندازند و به اصطلاح نسخه های احمقانه میپیچند که این کار رو اگه کردی شوهرت رو اصلا شکارش کرد، باید توی کاری بکنی که حدش رو بشناسه. به هر حال هر چیزی حدی داره، حد و مرزی باید باشه. وز میکنن توی به اصطلاح گوش خانمه یا وز میکنن توی گوش شوهره، نذار که مادرش تو زندگی شما دخالت کنه، نذار که چنین بشه، نذار که به اصطلاح فلان کار بشه، نذار اینان کار بشه، و این فضا رو کلا به اصطلاح به هم میریزن. ما این رو خیلی میبینیم. ما میبینید که یک زن و شوهری بسیار زندگی خوبی دارن، طرف میاد میگه خواهر تو واقعا دیگه انسانی. یعنی چه؟ ببین از اون روزی که من شما رو میشناسم الان چند 2-3 ماه که ما همساییم، تو همین مانتو رو میپوشی، همین کفش رو میپوشی. این بنده خدا هیچ نه مشکلی تو مانتوش داشت، نه مشکلی تو کفشش داشت، نه مشکلی تو تلویزیون خونهش داشت، نه مشکلی تو هیچی، به همه راضی بود. اما طرف اومد اینا رو تو چشمش به اصطلاح کوچیک نشون داد که نه، این شوهرت رفت و اومد هیچی واسط نه آورد، شوهرت چند سرویس طلا برات خریده، خاک بسرم فقط یه سرویس اصلا نخریدید، نمیدونم فلان همون قدیمه است. و به این صورت یه مسائلی که اصلا مطرح نبود تو این زندگی اینا رو میاره پررنگ میکنه. و اینجا میبینید که زن و شوهر به جان هم میافتن که برام سرویس طلا نخریدی، فلانی نمیدونم برای مثلا خانمش این کار کرد، اعلام کرد، فلانی اومد مثلا اون جوکی که تعریف میکنن که اومد زنه دعوا و مرافع که تو شوهری مگه. ببین
حاج آقا فلانی چیکار شده؟ میگه شوهرش وقتی خانمش که مرده برایش یه مسجد به اسمش زده. شوهرم میگه والله من دیر وقت زمین رو خریدم، منتظرم که به اصطلاح طرف شما به هر حال تأخیر از شماست. در هر مورد میبینیم که این مسائلی که اصلا مطرح نیست اینا رو میاد یک وسواس خناسی میاد اینا رو مطرح میکنه، پررنگ میکنه و جو خانواده رو به هم میریزه. اینا یه مسائلی هستن که باید مد نظر باشه. در این حال همونطور که گفتیم خداوند متعال وقتی ما رو تشویق میکنه به عمل صالح که این عمل صالح باعث میشه که حیات طیبه خداوند به ما بده، یعنی کار نیکو یک انعکاس خوبی داره در زندگی انسان. به همین صورت کار زشت، گناه یک انعکاس بدی داره در زندگی انسان. یک پژواک کار بد باید در زندگی این رو ببینی. هرچه گناه بکنی به همین اندازه به اصطلاح از خدا دور میشی، به همین انسان از خداش دور میشد خداوند اون رو از قلبهای بندگانش به اصطلاح محبت اون رو به اصطلاح بیرون میاره. اینه که ما میبینیم که به اصطلاح انسانی که با گناه و کارهای زشت، بدحجابی، غیبت، نمیدونم بی‌نمازی، اعتیاد، چشم چرانی به این بیماری ها و گناهان مبتلا هست، ما ببینیم انعکاس این رو حتما در زندگیش میبینی. میبینی که رابطه به اصطلاح رابطهش با همسرش سرد میشه، فضای زندگی فضای سردی میشه، خودش اصلا در یک بحران، دچار یه بحران اخلاقی قرار میبینه. میبینی که همین انسانی که دوتایی که در کنار هم مثل شیر و شکر بودن، میبینی که نه الان رفتارشون شده رفتار دزد و پلیس. هی مواظبش هست که چیکار میکنه چیکار نمیکنه، پلیس مخفی بازی در میارن برای هم دیگه و شک و به اصطلاح شبهه تو زندگیشون به وجود میاد، طوری روی هم میپرند و خروج جنگی شروع میشه که اصلا هدف اصلاح یا رسیدن به حل نیست. هدف اینه که من نشون بدم که حق با منه و طرف اشتباه کرده. طوری حق به جانب و دفاع برای رسیدن به این منیت و ارضای خواسته خودشون کار میکنن که اگر بیان ثابت کنن که حق با اون بوده و طرف مقابل به اصطلاح گناهکار بوده و اشتباه کرده، انگار که 200 سال به عمرشون اضافه میشه، خوشحال میشن. بله شکستش دادن به اصطلاح، یا وقتی هم حرف میزنن همیشه حق به جانب هستن. میبینی بعضیا همیشه من این کار کردم، من اگر نمی بودم چنین نمیشد، من انگار که همه بر علیه اون توطئه میچینن، همه در اشتباه هستند و تنها ایشون هست که در خیر و سعادت هست. حکمت تنها از دهن ایشونه که میباره و این یه نوع بیماری است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درمان این رو خیلی راحت میگه که آقا هر کسی که همچنین بیماری داشت، من قال هلک الناس فهو اهلکهم، بدونید اونی که همیشه میگه که اونا مردم بدند و این کار کرده و همه بر علیه اون توطئه دارن، این بدونید که این بدترینه، باید خودش رو اصلاح کنه، مشکل در خودش هست. یا وقتی میبینیم که اینا باعث میشه که خب این گناهان و این سوء برخورد باعث میشه که همیشه زندگی یه نوع طعنه انداختن هست، یه نوع مسخره کردن همدیگه است، هر جایی پارازیت انداختن هست، اشتباهات به اصطلاح همدیگه رو به رخ همدیگر کشیدن، نیشخند زدن، حرفای تند و شدید در مقابل همدیگه زدن و به هر حال فضا رو یک فضای متشنج و ناآرام، اصلا فضای زندگی مشترک اساسش لتسکنوا الیها بود که بیاییم با هم در کنار هم آرامش پیدا کنیم. اینا میان با این فضا، حالا گناهان خود انسان، تربیت بد خود انسان، رفتار بد، سلوک بد خود انسان و همچنین وسوسه های شیطان های انسان یا وسوسه های ابلیس، همه اینا باعث میشه که این جو تشنج، یک جو به اصطلاح گلاویز شدن بشه که به هر حال دیگه اون زندگی هرگز دوام نخواهد پیدا کرد و اگر هم زورکی در کنار هم به هر حال به خاطر وجود فرزندان یا خویشاوندی نزدیک اینا باعث بشه که هم دیگر رو تحمل کنیم، اما این در این فضای زندگی مشترک در واقع نداریم
ما یک فضای متشنج داریم که در اون طلاق عاطفی صورت گرفته. حالا اگر دو نفر مجبورن در کنار هم در زیر یک سقف هم بمونن. جناب دکتر، مواردی رو که اشاره فرمودید خب واقعا موارد دردآوری است. یعنی زخم‌هایی که انسان تحملش برای انسان مشکله. حالا خدای نکرد یک جایی این زخم باز شد، این مشکل پیش اومد، یا اشتباه شخصی و فردی خود انسان یا دخالت اطرافیان به مانند اون وسوسه هایی که شما گفتید، حالا چه از طرف شیطان در باطن انسان به وجود بیاد خدای نکرده، یا اینکه شیطان های انسی که اطراف انسان میان و شروع میکنن به وسوسه کردن و به هر حال تیره ساختن فضای زندگی انسان، یا به هر حال برخوردهای ناشایسته که بین خود دو طرف احیانا ایجاد میشه به خاطر عدم تربیت سالم و عدم شناخت کامل و متقابل. حالا راه حل ها چیست؟ حالا وضعیت یک نفری اشتباهی کرد، یه برخوردی شد، یک کسی اومد یک حرفی زد، حالا توی زندگی مشترک یک نفر اشتباه میکنه، وظیفه نفر مقابل چیه؟ حالا یک کسی اومده از بیرون صحبت میکنه، الان یک نفر تحریک شد، خب همسر باید چی کار بکنه در همچین مواردی؟ راه حل های این مشکلات چی هست؟ ببینید، زندگی اساسش هیچ وقت به اصطلاح ما نمیتونیم در کنار همدیگه یک نوع سازگاری به وجود بیاریم مگر اینکه گذشت داشته باشیم. هر وقت به این مرحله رسیدیم که دیدیم که وضعمون اون آرامش نیست، زندگی اساس زندگی مشترک باید آرامش باشه، سعادت باشه. اگر سعادت نیست بیاییم یک تلنگری به خودمون بزنیم که سببش کجاست. اگر اینه که به اصطلاح ما از خدامون دور شدیم، خب نزدیک بشیم، مشکلی به اصطلاح هر مشکلی داریم این رو حلش کنیم. در این حال خب اشتباه از کی بوده؟ این اشتباه رو باید هر کسی بود مسئولیتش رو به عهده بگیره، معذرت بخواد. خب و هر کسی که به اصطلاح بیشترین مسئولیت در حل چنین مسائلی به عهده اون هست خانم هست. همیشه زنها بیشتر در به اصطلاح فکر تداوم زندگی مشترک و ساختن یک زندگی هستند و وظیفه اونها بیشتر هست، سنگین‌تر هست، چون که به اصطلاح طبیعت اونها طبیعت ملایم‌تری هست، طبیعتی هست که به اصطلاح می‌بینیم که با یک اشک ریختن بیاد به اصطلاح دو تا اشک تمساح بریزه و معذرت میخوام و به اشتباه شده و فلان، خلاص همه شوهر از هر آنچه گذشت به اصطلاح برمیگرده. و اگه هم به اصطلاح و اینه که به اصطلاح می‌بینیم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زنها رو بیشتر در این باب تشویق میکنن. میفرمایند که زنهای بهشتی کیا هستند؟ نساءکم من اهل الجنه، زنهای بهشتی کیا هستند؟ زنهای بهشتی صفتشون این هست: الودود. اولین صفتشون این است که مهربونن، خیلی خیلی نرم خوب و به اصطلاح خودمونی هستن، مهربون و به اصطلاح خوبن. و الولود و زنایی که به اصطلاح به فکر فرزند هستند، زیاد فرزند میارن، به فرزندا رسیدگی میکنن. اینها صفت دومشون. صفت سومشون که خیلی مهم هست العود علی زوجها، که هر مشکلی به وجود میاد، هر به اصطلاح تشنجی که به وجود بیاد، هر به اصطلاح اختلافی که به وجود بیاد، اینو برمیگردن به طرف همسرشون. و اگر همسرش به اصطلاح شوهر عصبانی هست فلان هست، میان دستشون رو میذارن تو دست شوهرشون، میگن که به خدا چشم رو چشم نمیذارم مگر اینکه از من راضی باشی، نمیذارم که از من به اصطلاح عصبانی باشی یا دلخور باشی، هر طوری شده من معذرت میخوام، اشتباه شده، کوتاهی از من بوده فلان. به هر حال حتی اگر از این نبوده، چون که میخواد این جو رو به اصطلاح شوهر هر دو تا پاشو گذاشته تو یک کفش که حق با منه و اشتباه از شما بوده، الان همسره چیکار میخواد بکنه؟ یا اینه که به اصطلاح بیاد تو روش وایسه، خب جو بدتر میشه. یا اینی که میاد میگه که نه، حق با شماست، من اشتباه کردم، معذرت میخوام. خب و البته این باید باشه، این انتظار هست که به اصطلاح زن این کار رو بکنه.
اما اگر شوهر بیاد معذرت خواهی بکنه و این دیگه به هر حال این دیگه یه شوهر نمونه است و یعنی هر مردان شوهری این اینقدر، قدرت رو جناب نداره. دکتر، یعنی میفهمید مردان اینقدر سنگ دلن؟ مردای غرور مردانگی خاص خودشون رو دارن که خیلی وقتا به اصطلاح گولشون میزنه. و حتی در معذرت خواهی، شیوه معذرت خواهی در خانم ها با شیوه معذرت خواهی در آقایون فرق میکنه. چه فرقی داره؟ همینی که به اصطلاح خانم دو تا اشک از چشمش رسی اومد بیرون، معذرت خواهی است. بعضی از خانم ها یه مقداری یه غرور احمقانه دارن که نمیخوان که بگن معذرت میخوام، اشتباه کردم. اما همینی که به اصطلاح اشکی ریزون یعنی اینه که من معذرت میخوام، اشتباه از من بوده. این که نقطه ضعف مرداست. کلا مرد جماعت وقتی ببینه که خانمش اشک میریزه خلاصه دیگه، تمام کار. خب دیگه بس چرا این دوتا اشک رو به اصطلاح بخیلی میکنه اگه قراره که به اصطلاح یک مشکل حل بشه؟ خب شاید نمیدونه که اینه که از نقطه ضعف مرداست. شاید نمیدونه که مردا توی این مسئله خیلی سریع واکنش نشون میدن، نمیتونن تحمل کنن، کوتاه میان. این رو هر زنی کشف میکنه. این به اصطلاح در به اصطلاح چیزی هست که به تجربه به وجود میاد و میبینه که برای یه بار گریه کرد تونسته شوهرش رو به اصطلاح رام کنه، بعد میبینی که این به اصطلاح تجربه رو تکرار میکنه و حقش هم هست. حقش هست که این تجربه رو تکرار کنه تا این جو متشنج رو درستش کنه. در مقابل هم اگر مردی اومد به اصطلاح، شما انتظار نداشته باشید که شوهرتون بیاد بگه که بله ببخشید من اشتباه کردم، سر شما رو دست غلط کردم، دوباره از این کارا نمی‌کنم. این نادراً شوهری این کارو بکنه. اگر همچین شوهری گیرتون اومد که همچین کاری کرد، باید دیگه این رو با چنگ و دندون بهش بچسبید که نکنه که به اصطلاح کسی دیگه شکارش کنه. حالا میشه اینو گفت زن. اما همینی که شوهر اومد و به هر حال یک مشکلی پیش اومده بود، اومد گفت که چطوره که بعد از ظهر بریم پارک، چطور به سری به پدر مادرمون بزنیم. همینی که اومد یه پیشنهادی داد، یه چیزی که به اصطلاح میدونست که شما خوشتون میاد. این در واقع همون معنای اون رو داره که من اشتباه کردم، غلط کردم، من اشتباه کردم، ببخشید منو. غیر مستقیم از اون غلط کردم زورش بیشتره. خیلی خیلی به اصطلاح واضح تر هست. در حال باید شخصیت مرد رو هم شناخت، شخصیت زن رو هم شناخت، یک دیگر رو به هر حال بدونن که هر به اصطلاح هر انسانی واسه خودش یک زبان تفاهمی داره که این رو زن و شوهر باید بفهمن. به خصوص اگر زن و شوهر از دو محیط اجتماعی مختلف بودن. ببینید هر خانواده‌ای برای خودش یک عادات و رسوم و حتی یک زبان خاص داره. ممکنه که مثلا زن و شوهر پسر عمه و نمیدونم دختر عمو باشن، اما چون که از دو خانواده هستن در احتمال داره که دو تا زبان مختلف داشته باشن برای بیان و ابراز، چرا که هر خانواده این از پدر مادرش یاد گرفته، اون از پدر مادر خودش چیزایی یاد گرفته، از محیط تحصیلیش یاد گرفته، از محیط. حالا اگر از دو منطقه مختلف باشند، از شهر یا روستا بودن، اینا نیاز هست که همدیگر رو همیشه مثلا بلند صحبت کردن علامت این نیست که طرف عصبانی است. طبیعت مثلا منطقه ایشون اینه که مردا با صدای بلند حرف میزنن یا زنها با ذات صدای مرد بلند اینجوریه دیگه، اصلا کلا دنده سنگین همیشه گلوش احتمال داره. خب این مسائل رو باید زن و شوهر زود از همدیگه کشف کنن، همدیگه رو زود بفهمن، شخصیت همدیگه رو زود بفهمن تا برداشت اشتباه نکنن. و یه موردی هم هست که این در خیلی از خانم ها هست که خانم ها بدی رو از یادشون نمیره، میذارنش تو بایگانی و اونجا هم که بایگانی هم که هست رشد میکنه. میبینید که تا دعوایی میشه میگن که تو که همیشه همینطوری بودی، 25 سال پیش که ازدواج کردیم یادت نیست اون روزی چی کار کردی فلان کردی. حرف از 25 سال پیش تو بایگانی هست، امروز چون که نیازش شد فوراً اون رو میاره و حالا 25 سال هم روش گذشته، کلاغش چرکلاغ شده، رنگ و روش کلاً عوض شده، اون لاغریش رفته، اون الان چاقلو شده، یه بهانه میشه، یه فرار میشه. این مسائل رو باید حل کرد. یک
مشکلاتی که به وجود میاد در خانواده، اینا هرچند که کوچیک باشه، اینا رو یا فراموشش کنیم، یا اگر نمیتونیم فراموشش کنیم مطرحشون کنیم در یه فضایی مثلا که خوبی هست و فلان هست. فلان روز وقتی شما به فلانی حرف رو گفتیم، من انتظارش نداشتم از شما. شیوه بیان هم به اصطلاح هنر هست. به جای اینی که به اصطلاح ما بیایم از همدیگه گله بکنیم، گله کردن یه نوع محبت، ابراز محبت هست، اما انتقاد کردن یک نوع ابراز تحقیر هست. به جای اینکه بیاید بگی که از توی بی‌وفاتر من ندیدم، از تو نمیدونم فلان فلان، یه 4 تا به اصطلاح حرفای گنده و بد و اینا که اصلا همیشه زندگی تو همین دیدی، خورد کردن هم دیگه، بیایم بگیم که والله من انتظارش نداشتم که شما با اون محبتی که من به شما دارم، با اون عشقی که من برای شما، ارزشی که برای شما قائلم، با این احترامی که برای شما قائلم، شما بیایید مثلا جلوی مردم به من این حرفا بزنید. خب این نوع گله کردن هست و به هر حال در این حالی که گله هست، یک مشکلی که به وجود اومده الان حل میشه. طرف میگه والا من منظور خاصی نداشتم، من معذرت میخوام دوباره از این، به هر حال اشتباه شد، یه نوع معذرت خواهی حل شد. اما اگر این رو حل نکردیم، خب اینا انباشته میشه. همینه که سر هر کوچیک بزرگی همه این توماری که مونده همش میاد و ظاهر میشه و به اصطلاح بازار گرمتر میشه، داغتر میشه. اینجاست که ما باید این موارد رو مد نظر داشته باشیم، مسئولیت اشتباهی که میکنیم بپذیریم. اگر طرف مقابل که اشتباه کرده مسئولیت رو قبول نداره، مسئولیت در واقع مال اون کسی نیست که اشتباه کرده، مال اون کسیه که اشتباه رو درک کرده. یعنی شمایی که میفهمید شوهرتون اشتباه کرده، شمایی که میدونید که اشتباه از ایشون بود و حادثه هم نیست قبول کنه، یه دنده است، مثلا از اون شوهر یه دنده ای که اشتباه کرده ما هیچ انتظاری نداریم. انتظار الان روی شماست، شمایی که درک میکنید، شمایی که فهمیده اید، شمایی که میایید ایراد میگیرید و شکایت دارید که شوهرتون این کار کرد یا همسرتون این کار کرد. یعنی اینی که شما میفهمید و شما در پی حل هستید. شما میخواهید که این رابطه به اصطلاح مشترک خدشه‌دار نشه. الان وظیفه حل با شماست. شما است که به اصطلاح باید گذشت کنید، شما است که باید به اصطلاح اصلاح کنید چیزی که به اصطلاح نیاز هست که دیگران دخالت کنند، چیزی که نیاز هست که توش یه نصیحتی باشه، بزرگتری، عزیزی، نمیدونم اهرم‌های اجتماعی که وجود داره. به هر حال الان وظیفه و مسئولیت، بار سنگین مسئولیت همیشه روی دوش داناتر و عاقل‌تر هست. شما اگه ادعا می‌کنید عاقل‌تر و داناتر هستید، پس بار مسئولیت روی شماست. و در این حال یک موردی باز هم روش اشاره می‌کنیم، رابطمون با خدا. حلال مشکلات خداست و قلبها در دست خداست، هر طوری بخواد اون رو تغییر میده، میچرخونه. پس اینجاست که ما با دعا و با نیایش، با زدن کوبیدن درهای آسمون در نیمه های شب میتونیم بدترین و سختترین مشکلات رو با اعتماد بر خداوند متعال، با توکل بر خداوند متعال حلشون کنیم انشاءالله. جناب دکتر ما حدوداً 10 دقیقه فرصت داریم. من دوست دارم در این 10 دقیقه درباره خط سرخ‌های زندگی مشترک برام بگید. از حالا خط سرخ بگیم، چراغ سرخ بگیم، یا ورود ممنوع‌هایی که نباید انجام بشه در زندگی مشترک. اگر بخواید چند نمونه رو ذکر بکنید چی میگید؟ ببینید، همونطور که در ابتدا هم اشاره کردیم، در زندگی مشترک اختلاف به وجود میاد، خروسنگی به وجود میاد، دعوا طبیعی است. خب ما در زیر یک سقفی زندگی میکنیم، بعضی هم دیگه خسته میشیم، مسائلی اینچنینی به وجود میاد. اولا اینه که سعی کنیم هرگز دعوا رو جدیش نکنیم. خب حتی اگر دعوایی شد، یکیمون از کوره دره. از کوره در رفتن به این معنا که فرار کنه.
به این معنا که مسئله رو به شوخی بگیره یا توجه نکنه، بهش فوشی داده شد، حرف بدی زد، اصلا انگار نه انگار که خودشو به کوچه علی چپ بزنه. اینا در این حال ببینید یک چیزی که ما اصلا اومدیم یه زندگی مشترک رو شروع کردیم، لباس همدیگه شدیم. لباس دیگه برای بر لباس از انسان چیزی پوشیده نیست، یعنی اینی که شرم رو کنار بگذاریم. یه مسائلی هست که مثلا ببینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که آقا اگر شما برادرت رو برای خدا دوست داشتی، برادرت اینی که یه مسلمانی رو از یک کشور دیگه، از یک جنسی دیگه، از یک نمیدونم شهری دیگه دوستش داری، پیامبر خدا به شما توصیه میکنند که بری بهش بگی که یا فلانی ای فلانی انی احبک فی الله، من به خاطر خدا تو رو دوست دارم. خب تا این باعث بشه که محبت و رابطه صمیمیتر بشه. حالا این برای یک انسانی هست که نه شما اون رو میشناسید، نه هیچ بسیار از قوم و خویشت هست، از یک کشور دیگه هست، برای فرد بیگانه است. حالا در زندگی بسیار مشترک ما میبینیم که طرف میاد میگه که من هرگز نشنیدم که شوهرم به من بگه دوست دارم، یا مرد به من یا زن به شوهرش بگه که دوست دارم. این احساساتی که هست، قدرشناسی، ستایش، عشق، محبت، شیفتگی، اینا رو باید ابراز کنیم. بعضی ها هستن که خب ابراز میکنن اما ابرازش زبانن نیست، با یه نوع حرکت هایی، با یک نوع نمیدونم فلانی. من حتی از این افرادی که بسیار از طبیعتشون، فطرتشون، بافت اجتماعیشون اینجور اونا رو بار آورده، از اونا میخوام که همین به اصطلاح این رو بشکنن و این رو به زبان بیارن. اینی که پیامبر خدا به اون فرد به اصطلاح روستایی دهاتی نمیدونم تو اون سر دنیا بهش میگه که برو به یک فرد که کوهی هست که بگی که آقا من دوست دارم، خب اون کسی هست که به اصطلاح که اصلا شاید تو فرهنگش تو اصلا چیزی به نام دوست داشتن وجود نداره. اصلا شاید توی فرهنگ لغت اونا اصلا معنایی نداشته باشه، کلمه دوست داشتن معادل نداشته باشه. دقیقاً طرف میاد میگه که یا رسول الله چیکار داری میکنی؟ بچه رو نوه پیامبر خدا داره نوهشون رو میبوشه، میگه شما یک انسان بزرگ بیایید بچه رو ببوسید، یعنی ابراز محبت کنید با یه بچه؟ این در شأن شما نیست. من 10 تا بچه دارم یکیشون هم نبوسیدم. خب این بافت فرهنگی این چنینی رو رسول خدا صلی الله علیه و آله میشکنه که آقا برو به یک مرد دیگه‌ای که دوستش داری برای خدا بهش بگو دوست دارم. الان ما نه تو همین فضای خانوادگی این مسئله رو حل نکنیم که شوهر بیاد به ناله که به سراغ زنم بهم نگفته دوست دارم، من نمیدونم دوستم داره یا نداره. بابا اولا محبت در هر زندگی زناشویی وجود داره، بر اساس این محبت است که این اصلا زندگی به وجود اومد. این آرامشی که به وجود اومد اساسش محبت و رحمت و شفقت هست. همه اینا وجود داره، اما چرا ما اینا رو نیاییم ابرازش کنیم؟ چرا نیاییم به هم دیگه بگیم دوستمون داریم؟ به ابراز به اصطلاح احترام، در کنار احترام، در کنار به اصطلاح قدرشناسی، اظهار شیفتگی، اظهار محبت و عشق هم داشته باشیم. و خب وقتی هم که مشکلی به وجود اومد و خشمگین شدیم که این خیلی وقتا به وجود میاد، خودمون رو سعی کنیم کنترل کنیم و یه جوری از خونه بریم بیرون، نمیدونم بشینیم، وضو بگیریم، نمیدونم نماز بخونیم، هر صورتی که میتونیم اون آتش خشمی که در ما هست اینها رو کنترل کنیم تا خدا نکرده قضیه به اصطلاح کارهای باریک نکشه. یه موردی که ما این رو زیاد داریم تو زندگی به اصطلاح افراد و من میخوام که این وجود نداشته باشه، اینی که ما میاییم روز اول ازدواج میکنیم و حذف هم از عشق و عاشقی میزنیم، بعد که میایم میگیم نه من میدونستم که اینجوری، اما ما میخواستم عوضش کنم، میخواستم تغییرش بدم، میخواستم اصلاحش کنم. نه ببین عزیز جان، شما وقتی ازدواج کردید بر مبنای عشق ازدواج کردید، بر مبنای همون افرادی که همین بود. این زنی که میخواستی باش ازدواج کنی و این همه حرص داشتی و همه رو به زمین و زمان رو به هم ریخته بودی که بگیریش، همین بود.
الان چرا در پی این هستی که پوستش رو عوض کنی؟ چرا در پی این هستی که من میگفتم که آقا این پایبند نبود پایبندش کنم؟ نه، باید از اول این کارو میکردی. من میخواستم که این اینجوری باشه بود، میخواستم اینجوریش کنم. این کار اینا همش بهانه است. همونطوری که شما ازدواج کردید، اگر قبل از ازدواج خواسته هایی داشتید اونها رو نتونستید تطبیق بدید، این رو الان دیگه در پیش نباشید. الان اومدید تغییر و تحولاتی در همدیگه به وجود آوردید، موارد منفی بود اینها رو اصلاح کردید که باید بشه، خب خوبه. اما اگر نشد، به اصطلاح به موفقیتی دست نیافتید یا روند موفقیت اونچنان نیست که به اصطلاح شما دلت میخواد، اینجا دیگه بهانه به اصطلاح باعث نشه که زندگی تو به هم بزنی. و یه مورد دیگه هم که رابطه با خویشاوندان، که این رو در سطح به اصطلاح یک رابطه خوب و صمیمی حفظ کنی، در این حال نگذارید که یک به اصطلاح افرادی که بنا به حسادت، بنا به نمیدونم تربیت نادرست اجتماعی، بنا به هر چیزی بیان فضای زندگی شما رو متشنج کنن. برای همه اینها باید یه حد و مرزهایی بذاری. تا دیدی خواهر نمیدونم برادر عزیز فلان اومد یه دخالت هایی کرد که به هر حال در نباید میکرد، فوراً یه واکنش نشون میدید که دوباره تکرار نشه. نه اینی که روابط رو قطع کنی، نه، یه جوری که به اصطلاح نشون بدید که شما حاضر نیستید به هیچ بهایی این زندگی به اصطلاح خوبی که دارید این رو بیاید به هم بریزید. و در این حال وقتی ما اومدیم یک زندگی مشترکی رو به اصطلاح به وجود آوردیم، الان منیت گم شد، ما شدیم. در این فضای ما نباید چیزی به نام غرور باشه، نباید چیزی به نام حسادت باشه که زن بر شوهرش حسادت ببره یا برعکس، یا نمیدونم یک نوع غروری باشه که به اصطلاح خودش رو برتر بدونه، تحقیر کنه، یا نمیدونم. و یه موردی که همیشه هم بهش اشاره میکنیم، اینجا هم جا داره که به اصطلاح باز تذکر بدم، قضیه رسیدن به شکل و قیافه. نباید شوهر شما زیباتر از شما رو تو دنیا ببینه. نباید شما، همونطور که البته زن باید خودش رو برای شوهرش فرشته بکنه، شوهر هم باید خودش رو برای زنش به اصطلاح زیبا کنه. توجه دادن به پوشاک، توجه دادن به سر و صورت، توجه دادن به این مسائلی که به اصطلاح عاطفه برانگیز است، مهم هست در کنار احترام و در کنار به اصطلاح ابراز صمیمیت و عشق و عاطفه، که اینها باید در زندگی مشترک در واقع مثل یک بوته هست، مثل یک گل هست که نیاز به اصطلاح مراعات داره، نیاز به آبیاری داره، نیاز به خورشید داره، نیاز به رسیدگی داره تا ژولیده و پژمرده نشه. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه. در چند ثانیه‌ای صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز میشنویم. من تنها از اینی که به اصطلاح تا این لحظه ما رو همراهی کردید کمال سپاس را دارم از همه شما عزیزان، و دست در دست هم بدیم برای اصلاح جامعه و برای به اصطلاح اصلاح مشکلات مردم، و از اینی که این منت رو بر من گذاشتید و مجال دادید که با شما همراه باشم در این سفره دل، هم از شما کمال سپاس و قدردانی رو دارم. تشکر میکنم. منم همچنین از طرف خودم و از طرف بینندگان عزیز از حضور شما در این برنامه تشکر خاص از احمد جان، از فرید احمد، مرید احمد و رفیع محمد عزیز در کنترل، و همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. همه شما خوبان و مهربانان رو به خاطر الله تعالی دوست داریم و از الله تعالی خواهانیم که گذشتگان ما و شما و همه امت اسلامی رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده، و همه شما خوبان رو تا برنامه بعد به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارش.